شما تصور میکنید پدر و مادر این بچهش اشتباه میکنه، 100 بار اشتباه میکنه. میگن یه جوانی تو مدینه در حال نزع روح بود، روحش بالا نمی آمد. چشمش در آمده بود از کاسه، روحش بالا نمی آمد، گیر کرده بود. سوال کردن، خبر به رسول الله صلی الله علیه و آله رسید که داره زجر میکشه، روحش بالا نمیاد. این طرف اون طرف پرسجو کردن که مادرش نفرینش کرده. رفت پیش مادرش که قانعش بکنه، گفت این کاری سر من در آورده این پسر، این فرزند که من نمیتونم حلالش بکنم. دستور داد هیزم جمع کنید. هیزم آوردن، گفت آتش روشن کنید. حالا که این نه حاضر نیست که فرزندشو ببخشه، دیگه باید بسوزه دیگه. نفرین مادر. این هیزم ها برای چیه؟ بسوزونیمش دیگه. یه آهی کشید، فریاد زد، پدرم. پسرشو در آغوش گرفت، حلالش کرد، روحش بالا آمد. نفرین پدر و مادر نمیشه نادیده گرفت. دعای پدر و مادرم در حق اولاد مثل دعای نبی است در حق امت. ولی ما میگیم کی میمیری؟ پیرمرد خرفتی از راحت بشین. جدی میگم. ولی نمیدونیم که یکی از کسانی که انسانو به بهشت میبرن و یکی از کسانی که انسانو جهنمی میکنن پدر و مادرن. برعکسش هم شاید باشه و هست.